پشت دندونت. این یه قلاب بود. واقعیت اینه که 2 روز پیش دایرکت دریافت کردم که یه خانم جوانی که برای دندون دیگه‌شون رفته بودن دندون پزشکی، آقای دکتر برای شد بهشون گفته بود که چرا این 3-4 تا دندونتو با آمالگام پر کردی؟ میدونستی سرطان زایه، بیا پول بده عوضش کنیم و مواد سفید برات پرش کنیم. ایشون هم خیلی نگران به من دایرکت دادن که واقعا سرطان زایه، من خیلی استرس دارم و چون شما منصفانه و دلسوزانه تولید محتوا میکنین گفتم از شما بپرسم. کلی مقاله رو با چت جی پی تی بررسی کردیم و رسیدیم به این نقطه که شما اگه یه تن ماهی بخورید بعضی وقتا جیوه‌ای که دارن بسیار بیشتر از این آمالگام کوچولو موچولویی که تو دهنتون داره. پس اگر که شکستگی وجود داشته باشه، ترک نخورده باشه، به هیچ عنوان نباید اون رو عوض بکنید، چون بدنتون به راحتی قادره اون مقدار جیوه کمی که از سطح این آمالگام ها آزاد میشه رو طبق سختگیرانه ترین استانداردهای WHO، FDA و ADA دفع کنه.